دوباره از الف آغاز کردم من الف با را. ورق گردان نمودم 16 جلدی اوستا را. پی تعبیر کردم ویرد آیات مجلا را. روایت های موسی را و تاریخ مسیحا را که دریابم و بنویسم مقام ملک وخیا را. گه جستم ز مخزن‌های دیرین خراسانش، گه از واژه نامک‌های سوغد و عهد ساسانش، گه از لابلای دفتر خاورشناسانش، گه زانو زدم در محضر پیران خاصانش که شاید درکشاید مشکل معنی آسانش. شکفتم با شکفتنهای ایام گلی خارش، فشردم از محبت پنجه سبزی سفیدارش، گیاهی معرفت میخورد نخچیری فداکارش، سخن می لرزید از هیبت که تا باشد سزاوارش، که گویم داستانی سنگوار و روحی بیدارش. در آنجا روی ایوان بلندی گنبدی گردون، فرازی سرگهی خینگاب و لازوری زمردگون، نشیمم کردم مرد از هیاهوی خیرت بیرون، که روحش آب را با روشنایی می کند افسون و روحش می شود نارک و روحش می شود راغون. بله، وخیا چنین یک انتخاب خاصی از دان است. بله، وخیا چنین یک سرزمینی رادمردان است که هر برج بلندش محوری گردونی گردان است. اگر مأوای آدم نیست پس مأوای انسان است، که وخیا مادری وخشور و مامی تاجیکستان است.